یادگیری یک زبان دیگه جغرافیای ذهن ما رو پهناورتر میکنه. سلام، محمد مهدی برزگر گنجی هستم. اگر دوست دارید به زبان انگلیسی فکر کنید، با ما همراه باشید. تو ویدیوی قبلی به مفهوم زبان ذهن پرداختیم. توصیه میکنم برای رسیدن به درک واضح‌تری از زبان ذهن حتما این ویدیو رو ببینید. تو این فصل میخوایم بیشتر درباره ارتباط ذهن و زبان دوم، به طور ویژه زبان انگلیسی صحبت بکنیم. یه سوال مهمی که فکر میکنم باید بهش جواب بدیم اینه که چرا صحبت کردن به زبان انگلیسی برای اکثر ما خیلی سخته. اما برای جواب دادن به این سوال لازمه یه مروری بر نحوه تفکر داشته باشیم. آقای دانیل کانمن و البته خدا بیامرز همکارش آیتورسکی نظریه جالبی در مورد تفکر دارن. بر اساس این نظریه تفکر انسان به دو سیستم تفکر تند و کند تقسیم میشه. ایشون تو کتابی به همین نام مفصل در مورد این نظریه صحبت کرده. به این تصویر نگاه کنید. احتمالاً به سرعت و بدون صرف انرژی متوجه خشم این مرد شدید. حتی نیازی نیست یه چهره واقعی باشه. سعی کنید متوجه احساسی که این خطوط ساده انتقال میدن نشید. ما وقتی این تصویر رو میبینیم نمیتونیم آگاهانه تصمیم بگیریم که متوجه احساس درون تصویر نشیم و هیچ مقاومتی در برابر این درک نداریم. چون خیلی قبلتر از اینکه تصمیم بگیریم تفکر سریع کار خودش رو کرده. آیا ذهن ما برای درک درستی یا نادرستی این نابرابری به زمان زیادی نیاز داره؟ احتمالاً خیر. ما به سرعت و بدون اینکه نیاز به محاسبه ضرب این دو عدد داشته باشیم متوجه میشیم که نتیجه بزرگتر از یکه. اما شاید مغز ما کمی انرژی و تمرکز بیشتری برای درک درستی یا نادرستی این نابرابری نیاز داشته باشه. کمی کار براش سخت‌تر شد. اما درباره جواب دقیق مسئله میدونیم که قادر به حل مسئله هستیم، اما برای رسیدن به جواب ذهنمون نیازمند تمرکز و صرف انرژیه و بدون تمرکز کافی و بلافاصله قادر به ارائه پاسخ نیستیم. اما به طور آگاهانه میتونیم انتخاب کنیم که درگیر حل مسئله بشیم یا نشیم. پاسخ ضرب 17 در 24 رو به دست بیاریم یا نیاریم. ریچارد وست و کیت استانوویچ نام سیستم فکر کردن تند و کند رو به ترتیب سیستم 1 و سیستم 2 گذاشتن. سیستم 1 به طور خودکار و سریع عمل میکنه با کمی یا بدون تلاش و بدون کنترل آگاهانه. سیستم 1 رو نمیتونیم خاموش بکنیم. اما سیستم 2 توجه رو به سمت فعالیت‌هایی که نیاز به سعی و تلاش دارن معطوف میکنه و شامل محاسبات پیچیده است. این نوع تفکر معمولاً آگاهانه و قابل کنترله. سیستم 2 فقط ذهن رو درگیر نمیکنه. عضلات تحت تنش قرار میگیرن، فشار خون بالا میره، ضربان قلب افزایش پیدا میکنه. حتی آزمایش‌ها نشون دادن که هنگام تفکر کند مردمک چشم گشاد میشه و به محض پایان این فرایند به حالت عادی برمیگرده. نظریه کانمن رو با هم مرور کردیم تا ازش استفاده کنیم و به این سوال جواب بدیم که چرا صحبت کردن به زبان انگلیسی برای اکثر ما سخته. ذهن اکثر ما هنگام صحبت کردن به زبان دوم درگیر حداقل دو فرایند میشه. 1. برگردان کلمات. 2. ساخت یک جمله با رعایت قواعد دستوری. فرض کنید قصد داریم این جمله رو به انگلیسی بیان کنیم. تو مرحله اول ذهن کلمات رو برگردان میکنه. تو مرحله دوم یک ساختار گرامری بهش میده. فارغ از این که جمله خوبی به دست اومد یا نه، حالا نظام آوایی باید وارد عمل بشه و جمله ساخته شده رو تبدیل به صوت بکنه و این جمله رو ادا بکنه. احتمالا همزمان با ارسال این جمله برای نظام آوایی ذهن مشغول پردازش جمله بعدی هم باید باشه. دو مرحله‌ای که گفتیم تقریباً بین اکثر ما عمومیت داره. حالا اگر بخوایم یک مرحله دیگر رو هم به مراحل قبل اضافه کنیم میشه مرحله ویرایش جمله ساخته شده. این مرحله برای همه عمومیت نداره و شکل و شمایل متفاوتی داره، اما به طور کلی یا همزمان با جمله سازی ویرایش میکنیم یا جمله ساخته شده رو مزه میکنیم و ویرایشش میکنیم، یا حتی گاهی بعد از بیان کردنش تازه متوجه میشیم که میتونستیم یه جور دیگه هم بگیمش. این مرحله رو هم اگه به مراحل قبلی اضافه کنیم ببینید ذهن تا اینجا چقدر پردازش رو باید مدیریت بکنه. تو مثالی که بررسی کردیم ذهن ما از سیستم 2 یا همون تفکر کند استفاده کرد.
همونطوری که گفتیم زمانی که از سیستم 2 استفاده میکنیم عضلات تحت تنش قرار میگیره، فشار خون بالا میره، ضربان قلب افزایش پیدا میکنه، حتی اندازه مردمک چشم تغییر میکنه. دقیقاً انگار میخوایم یه مسئله ریاضی رو حل بکنیم. به همین دلیله که صحبت کردن به زبان انگلیسی برای اکثر ما خیلی سخته و کل جسم و روح و روان ما رو درگیر میکنه و بعد از چند جمله انگلیسی صحبت کردن باید 24 ساعت بخوابیم تا خستگیمون دراد. برای اینکه ما مدام داریم از سیستم 2 استفاده میکنیم، ما داریم از تفکر کند استفاده میکنیم. به عنوان مثال دوم فرض کنید بخوایم بگیم به تو چه. باز هم اول برگردان کلمات و بعد تشکیل یک ساختار گرامری. اما اکثر ما وقتی این جمله به تو چه رو دیدیم سریع جواب دادیم It's none of your business. جالبه چه اتفاقی افتاد که این بار ذهن ما فرایند کند ترجمه رو طی نکرد و سریع به جواب رسید. به زودی به این سوال جواب میدیم. اگر مایلید به زبان انگلیسی فکر کنید، کانال یوتیوب ما رو دنبال کنید.